дорои лаёқат ва истеъдоди фавқулода ҳастӣ? пас барномаи дурахшон барои ту. дуруд бинандагони азиз, Аҳлиддин Шамсиддинзода ҳастам бо шумо. имрӯз барномаи дурахшон барои муаррифии боз як истеъдоди нав бароятон камари ҳиммат бастааст ва тамоми гурӯҳи эҷодӣ кӯшиш мекунем аз лаёқат ва дастоварди қаҳрамони барнома бароятон маълумот диҳем. бояд бо як кафтубии самимӣ қаҳрамони барномаро истиқбол мегирем. خب شما رو از نام گروه ایجادی با برنامه درخشان خوش آمدید میگم. بینندگان عزیز، همراه ما هستند امروز قهرمان برنامه ملکه بانو محیدین زاده، شهروند شهر پنجکند ولی امروز موقتا استقامت کننده شهر بوستان هستند. خب امروز اطراف استعداد این نورسی موفق صحبت میکنیم. لایقت دارن، لایقتی البته شیرخوانی و امروز شماره شیرهایشون به چند عدد میرسد که از خود کردید؟ زیاده از 4000 بیت. 4000 بیت بینندگان عزیز و این آسان نیست و همزمان غالبی یکچند آزمون و المپیادهای البته وطنی هستند که پیوسته با زحمت استادان ها و زحمت خودشان نایل گردن به دست آوردند. خوش آمدید بار دیگر. سپاس بی پایان. خب هر گوشه این وطن از آن من و توست. هر میسه این چمن از آن من و توست. هم اطلسی در خیال شاعر رنگین، هم ادرس و هم چکن از آن من و توست. سلام و درودی به پایان نثارتان باد و برای تکلیفتان به این برنامه درخشان شما را سپاس می نمایم و می خواهم که آینده ما جوانان تاجیکستان نیز چنین درخشان باشد. سربلند و خوشبخت باشید. خب امروز می بینم که با یک لباس زیبایی ایدانه به برنامه تشریف آوردید. از نام تمام گروه ایجادی، از نام تمام بینندگان عزیز به شما روز بهار نو، ماه نوروز عجم رو خجسته پای میگویم. سپاس به پایان، به شما نیز فصل بهار مبارک باشد و آمدی نوروز خجسته پای را به هر یک شما و به خاندان هر یک تاجیکستان مبارک باد میگویم. خب من چون در بالا گفتم شکل برنامه آزاد است، آزاد باشه. در انا همین ملکه بانو چی استعدادها هست؟ چی استعدادهای نهفته است که امروز ما میتوانیم برای بینندگان عزیز معرفی کرده باشیم؟ چی استعداد دارید؟ مادرم نان و کتاب میمان زیری بولینم. تا نان جسمم را توان بخشد و کتاب را همراه. من از همین کاری مادرم بود که در من استعداد کتابخوانی پیدا شد و شوق و رغبت من نسبت به کتاب چگونه است و همیشه من کوشش میکنم که خود را در کنار کتاب دریابم. شعر خواندن، کتاب خواندن، نوشتن مقاله ها، نوشتن انشا و پخت و پز و کدبانوگی نیز یکی از استعدادهای من به شمار میرود. یعنی که امروز استعداد شما پیش از همه خواندن کتاب است. یعنی که کتاب ها رو بیشتر از خود میکنید. چی حکایه باشد، چی نظم باشد، نثر باشد، از خود میکنید و انا همین سبب گردید که شما در آزمون ها و المپیادها البته شرکت ورزید و همزمان هنری کدبانوگی که در خاندان همه همون روزگارداری رو خودتون البته به جا میآورید. خب امروز در خانواده با انا همین استعداد شما چی شرایط مهیا کردند؟ وقتی که خرد بودم پدرم همیشه برای من کتاب می‌خریدن، از مغازه کتاب همیشه برایم کتاب می‌خریدن و هر یک ایده که میشد چی هستو می‌ورد بود، چی زادروزم بود، پدرم تا حال که من صنف 11 داشتم خط کننده داشتم و من کتاب هدیه میکنن. اولین هدیه آن کس کتاب، بعدن دیگر هدیه ها میباشد و من همین توجه پدرم بود که برای من مهیا ساختن و حتی من در خانه حالا کتابخانه شخصی خود را دارم که زیاده از 200 تا کتابی شخصی خود را دارم و همین شرایطی که والدانم برای من مهیا ساختند توانست مرا به استعداد خودم، برای خودم و به یک دنیای دیگر درآورد. خب باشه، شما چون گفتید شماره کتابتون زیاده از 200 عدد است، گوشه مخصوصی خودتون رو دارید. در کدام موضوعها کتاب؟ در همه قریب که در همه موضوعها کتاب هست. زیاده بسیاری از آنها از ادیبان معاصر تاجیک میباشند، کتاب‌های ادیبان معاصر تاجیک و 5 جلدی کتاب 1001 شب، مثنوی معنوی، کتاب‌های بدیعی از جمله زنان سبزبهار، آدینه صدرالدین عینی، مرگ سودخور، پاوست و حکایه‌ها و رمان‌ها به حساب می‌روند. خب امروز از استعداد خودتان تا چند فیصد راضی هستید؟ یا که چی قله‌های فتح نکرده است؟
در یک کتاب خونده بودم نفری که در نزد کتاب سرش همیشه خم است همیشه سر بالا میگردد و من از آن راضی هستم که دوست خود رفیق خود را کتاب انتخاب نمودم و توانستم با کتاب در جامعه در نزد همسنفانم در نزد مکتب در نزد مؤسسه در خانواده و چه در کجایی که نباشد ابروی خود را گرفته باشم و موقع مقام خود را گرفته باشم. محض همین میل و شوقت من به کتابخوانی محض همین کتاب بود که من توانستم در آزمون جمهوری فروغ سوپی دانای کتاب است غالب گردم و برای من این یکی از دستاوردهای بزرگ است که دنیای مرا و خود مرا به کلی دیگر کرد. خب امروز گفتید در خانواده مادرتون بیشتر با شما سر و کار میگیرند و به آزمون ها آماده میکنند و در مؤسسه تعلیمی باشد همراه شما بیشتر کدام آموزگار هستند؟ در گلستان ادب آموزگارم مادر است. بدی رب العالمین پروردگارم مادر است. من که شاگرد دبیرستان عشق مادرم بعد از این مشوق من در روزگارم مادر است. اولا تمام سپاس و تمنیات خود را به مادر عزیز و مهربانم میرسانم که مرا در راه کتابخوانی در راه علم و معرفت هدایت نمودند. بعدا سپاس و تمنیات خود را به همه آموزگاران مؤسسه ما میرسانم. چون رمزی است که نفرانی که بیشتر مثلا به شعر رو میبرن ادبیات یعنی فن زبان ادبیات تاجیک رو خیلی دوست میدارند و با بهای خوب و اعلی همین فن رو میخونند، به فن ریاضی کمی مشکلی میکشند. شما همین گونه نه؟ نه، در مؤسسه همه بهای من اعلی می باشند و من تا صنف هفتم در المپیاد از فن فیزیک اشتراک میکردم و هر یک فن هر یک تعلیمات هر یک فن برای خود یک جبهه مهم دارد و باید ما خوانندگان از هر یک فن یک گوهری را بگیریم. یعنی که شما به فنهای دقیق هم رو آوردید. بله، یعنی که پیوسته از فن فیزیک اشتراک میکردید. بله. خب جایهای چند رو سزاوار میشدید؟ تا دوره ولایتی رفته بودم. در شهر همیشه جای اول، در ولایتی جای دوم، سوم میخوام. باشد که بین فنها یگان فنی که مشکلی دارد هست. من میدونم در روند تعلیم در همه انسان ها هست که همه فن رو باید با بهای 5 و اعلی خوانند، لیکن به هر بابت در یک فن مشکلی میشود. همون فن کدام فن است در همین روند تحصیل شما؟ در روند تحصیل من فن شیمی می باشد که من به آن فن کمی دوست نیستی؟ دوست نیستم. از چی مشکلی میکشید؟ سببش را به فکرم برای آن میتونم که من از خردسالی از ساحه تیپ میترسم و ساحه تیپ با من موافق نیست. برای همین اگر فن شیمی رو به زبان میارم تیپ به یادم میآید. من فکر میکنم که فن شیمی نه تنها تعلق دارد به مثلا ساحه تیپ، بلکه بسیار ساحه ها اگر شیمی تعلق دارد، اگر بگم به حیات انسان هم. خب من فکر میکنم که شما باید کمی هم به تبلیغات های مندلیف اهمیت دهید و پیوسته این فن رو هم از خود کنید برای اینکه در حیات انسان در کار می شود. خب باشد امروز دستاوردها چگونه است و طولی انا همین صنف 11 میخونید؟ طولی 11 سالی که از خود میکنید به کدام دستاوردها نائل شدید که از همه بهترینش کدام است؟ از همه بهترینش در فروغ سوپی دانایی شود کس ارجمند باغ تنبورد است در این محفل سطحش بلند. از همه بهترین دستاورد من همین آزمون جمهوری فروغ سوپی دانایی کتاب است و دستاوردهای دیگر یکی از دستاوردهای مهم دیگری من این گیرنده جایزه والنتیر سال می باشد که در سال 2023 صاحب این جایزه گردیدم و برای من این مهمترین جایزه می باشد. وقتی که من این جایزه را به زبان میارم حس وطن دوستی میهن دوستی من دوباره زنده میگردد و این جایزه را برای مهنت هایی که من همچون والنتیر در شهرمون در سطح ولایت در سطح جمهوری نمودم برای همان دادن و موقع این جایزه دیگر است برایم. اصلا میگم شاد باش میگم من آرزو میکنم تمام گروه جدا آرزو میکنیم که دستاورد شما از این هم زیاد شود. امروز اعضای کدام محفل ها هستید؟ اعضای محفل پیروان پیشوای ملت نزد بخش کار با جوانان ورزش شهر بستان می باشم. اینچنین راهبر محفل دائم عمل کننده فروغ سوپی دانایی کتاب است نزد بخش کار با جوانان ورزش شهر بستان. ما اینچنین اعضای محفل همایون می باشم. اعضای محفل گنج سخن در مؤسسه مان و دوستداران کتاب در مؤسسه مان به حساب می روم. این لحظه می خواستم در انم یک فضای زیبای ادامه برنامه در روزی بهار بخشیده به بهار عالم افروز نوروز باشد، بگذار وطن باشد، یگان شعری نظمی بهترین پیشنهاد کنید. ایام بهار آمد، نوروز مبارک باد.
الهام بهار آمد نوروز مبارک باد کردیم ودا با دی نوشیم زی جام می شادی به کنار آمد نوروز مبارک باد و خیلی که در بالا قید کردم نوروز را به تمام خلق تاجیک مبارک باد میگویم و من همچون گلدختر فصل بهار که خود را گلدختر این فصل میشمرم و همچون زاده دوران استقلال شکرانه میکنم که در چنین وطن بهار آفرین زندگانی مینمایم. اصلا من میبینم وقتی که شما شعر رو قرائت میکنید با یک لحن زیبا با یک طرز اسلوبی خودتون بسیاری ها مثلا با کسی میبینن ایدئال میشمرن تقلید میکنن شاید شما نیز در زندگی همین گونه هستید نه یا ها؟ راستی که من حالا یگان ایدئالی خود را پیدا نکردم و همیشه ایدئالی من مادرم بودن از خردسالی وقتی که مادرم خوراک میپختن همیشه شعرهای لایق را قرائت کرده مادرم خوراک میپختن در سر سفره می نشستن همیشه شعرهای شما نظاره میکرده شعرهای لایق در زبان مادرم زمزمه میگشت و من ممکن همین کارهای مادرم بود که من از آن کس ایدئالی آن کس ایدئالی من شدن و از آن کس الهام گرفتم. یک سرچشمه ایجاد از همونا است. باشد امروز اگر پرسن که ملکه بانو با اندازه چی تاجیکستان رو دوست می‌داری؟ با چی وصف می‌کنی تاجیکستان رو و امروز تاجیکستان رو چگونه می‌بینی؟ چی میگویید؟ با اندازه‌ای که تا جان در بدن دارم تاجیکستان رو دوست می‌دارم و به اندازه که مادری خود را پدری خود را دوست می‌دارم تاجیکستان را دوست می‌دارم. اولین درجه برایم وطن است، پس خانواده است، پس مؤسسه دیگر زیرا اگر وطن نمی‌بود نه خانواده میشد نه مؤسسه نه دوستان یگان تا این دیگر چیزها نمیشد. مثل همین تاجیکستان است که ما چنین آرام آسوده آزاد زندگانی میکنیم. اگر به کشورهای همسایه نظر کنیم نه همه دختران آزادانه زندگانی کرده میتوانند و ما دختران به خصوص دختران باید شکرانه کنیم که در تاجیکستان درخشان زندگی میکنیم و آینده تاجیکستان رو من از این دیده درخشانتر میبینم و آیندهش رو میبینم که ما حالا در عرصه بین المللی از این هم بیشتر و بیشتر معروف میکردیم. باشد طالب کریمی آذرخش بسیار خوب فرموده که میگوید در یک بیتش میتوانی یافت هر جا خانه و خانه دیگر میتوانی یافت هر جا عهد و پیمان دیگر میتوانی یک کف از خاکی وطن با خود بری نیست اما در دنیا تاجیکستان دیگر. ما باید شهروندان جمهوری تاجیکستان رو بی‌نهایت نه تنها با سخن بلکه با عمل دوست داریم و همچنان دوست داریم که از چهره‌مان معلوم باشد از چشمانمان معلوم باشد که جلوه گیرد که تاجیکستان چگونه دوست می‌داریم. همین طور خب باشد در وصف تاجیکستان یک 4 مصرع شعر پیشنهاد کنید. تاجیکستان هر کنارش دلگشا آبهای چشمسارانش شفا من به وصفش گفتم حمد و ثنا تاجیکستان را نگه دار ای خدا. بگذار شما چون در وصف مادرتان بسیار سخنهای خوب گفتید من این لحظه بینندگان عزیز خواهش میکردم توجه فرمایید درباره ملکه بانو مادرشان چی میگویند. مرحمت. من افتخار از آن دارم که چنین دختری زیبا و دانای و زیرک را تربیت نمودم و افتخاری همگان افتخاری عائله و افتخاری فخر جامعه می باشد. شکرانه از آن دارم که در چنین وطنی بهشت آسا زندگانی میکنیم. با دستگیری های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان جوانان را برای آماده نمودن آزمون ها و چاره‌بینی های بین المللی و جمهوریوی آماده میکنیم. همیشه کوشش به خرج میدهم که ملکه بانو را در روحیه وطن دوستی تربیت نمایم. ملکه بانو در خانه دختری کنجکاو دانا زیرک می باشد. برای به این قله ها رسیدن من با همراه پدرش از سن خردسالی به او کتاب ها را هدیه می کردیم. به گوشش افسانه های تربیوی مطالعه می نمودیم. به او خانه اللهیده آماده نموده بودیم که تا او خود را در خانه در هوای آزاد حس نماید. دائما او مشغول کتابخوانی بود. اگر یگان جایش را یگان کلمه‌اش را نمی‌فهمید در از ما پرسیده و دفتر اللهیده خود نوشته می‌گرفت.
این دانایی و زیرکی و کنجکاوی او بود که او در تمام چاره‌بینی ها و آزمون ها اشتراک کرده با دست خالی برنگشته است. امروز من فخر از آن میکنم که چنین دختر دارم. با بینندگان عزیز دیدیم که مادرتان درباره شما چگونه سخنهای خوب گفتند و پیوسته در نوبت خود همچو فرزند که امروز مادر رو ایدئالی خود شمردید و کمی باشد هم نتیجه های نظرات نوشته شدید، چی جواب میدهید؟ مادرم فرشته بهشتیم، حیات من، همه دستاوردهای من این زحمت مادرم می باشد. من نمیتوانم یگان دستاوردی خود را به مادرم تصور نمایم، زیرا در هر یک قدمی من، در هر یک لحظه که من خود در اتوم میروم، خود در زندگی، همیشه من رو مادرم دستگیری می نمایم و من در آینده میخواهم برای مادرم چون فرزندی نیک باشم، دختری نیک باشم. ما میدونیم که محبت مادر آشکارانه هست برای فرزند که در هر کجا خواهد با دل بزرگش با یک جرأت بزرگش میتواند افشا کند، لیک محبت پدر نهان است. گرچند تازیانه دهد هم، سخنهای سخت‌تر گوید هم، او میداند 7 قدم پیش رو میبیند. خب محبت پدر، خب برای پدرتون چی گفتنی هستید؟ پدرم تکیه‌گاه من هستند، اولین عشق من، اولین قهرمانی من در زندگیم این پدرم می باشند. زیرا پدرم بودن که مرا همیشه دستگیری کردن و هیچ وقت پدری من نگفتن که مثلا تو این کارو نمیتونی، تو نمیتونی این کارو کنی، یا اینکه هیچ وقت نگفتن که از این چیز دست کش به تو فایده ای ندارد. همیشه میگن دخترم همین کارو اگر خواهی کن. حتی در انتخاب کسب به من شخصانی بگونه مثلا در گیر اطرافم گفتن که کسبت نادرست است، در آینده عذاب میکشی، اما پدرم گفتن آرزوی چیست؟ آرزویت رو عملی کن، همیشه از پشت آرزوی خود رو. من همیشه همراهت هستم. یعنی که امروز باید این یک چی بگم، پدرتون اون کاری که کردن امروز باید یک ایدئال باشد. امروز باید هر یک پدر و مادر با عمق دل فرزندش نظر کند و بیند که بچه استعداد دارد، پیش از همه میل و رغبت اونها رو نشکنند. همین طور گفتنی هستید، یعنی که باید پدر و مادران عزیز با شوق فرزندانشون اهمیت دهند و به چی رو میبرد، به یگان بگذار محفل ها رود، بگذار فوتبال باشد، بگذار رسم کشی باشد، بگذار نوازندگی و سرایندگی باشد. این البته اونها رو در آینده موفق میکند در جاده زندگیشون، چون حیات و ستاره زندگیشون همین است. خب امروز میبینم که همراه خود دستاوردهای خیلی زیاد آوردید. من اینجا شهادتنامه ها اویدی برنده گرانده استیپندی پرزیدنتی 2 سال پیهام شدید. 2 سال پیهام شدید. خب برای انا همین شهادتنامه گرانده استیپندی پرزیدنتی رو نویل گردیدن، پیش از همه برای هر یک خواننده چی لازم است؟ اسراری نهانش در چی است؟ پیش از همه باید همه باهای ما 5 باشد و مایسر رو همیشه با باهای 5 تحصیل نماییم و حتی یگان تا 4 نباشد برای گرانده استیپندی پرزیدنتی شدن. خب اینجا 3 شهادتنامه دارید، 2 تاش از اون گرانده استیپندی پرزیدنتی و 1 تاش از اون شهری بستان. خب نقشه های آینده ملکه بانو چگونه است؟ خود رو در کدام ساحه، در کدام دانشگاه آینده کی شده میخواهید، دیده میخواهید؟ در آینده میخواهم دیپلمات سیاستشناس شوم و در اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان میخواهم تحصیل خود را ادامه دهم و دانشگاه را با دیپلم سرخ ختم نمایم و همچنین یک متخصص خوب نه تنها در تاجیکستان بلکه در عرصه بین‌المللی تاجیکستانمان را بلندتر بردارم. خب در کدام ساحه نباشد من باور دارم که ملکه بانو شما صاحب دستاورد میگردید و پیوسته واقعا هم فرزند صادق انا همین وطن میگردید، گل دختری که امروز وطنش رو دوست می‌دارد، اویلش رو دوست می‌دارد، هم در اویله سازنده میگردید و هم در ملت و میهن سازنده میگردید. خب در زندگی بیشتر از چی خفه میشوید؟ تیز خفه میشوید؟ از دروغ و از درویگی. یعنی که نفری که از پشتتون گپ میزنه؟ بله نه، نفری که از پشتم گپ میزنه نه، با که نیست از پشت من چیزی که گویند لیکن درای من دروغ نگویند. خب بخشیده میتوانید؟ نه، من همین یک خاراکتری چقدر خصلتی بد دارم، حتی مادرم هم میگویند، اطرافیانم میدونن بخشیدن من مشکل است، من سخت میبرم. نه که در اصل میگن که کسی که میبخشد دلی بزرگ دارد. بله دلی بزرگ دارد، اما من تیز قهر میکنم و
мебахшаму, احساسی بوده. بله میبخشمو، اما برای اون شخص آورده نمیتوانم بخشم. خب از چی بیشتر خرسند میشوید که حد و کنار ندارد؟ از گرفتن هدیه کتاب. هدیه کتاب. امروز هدیه کنندگان کتاب در زندگی شما کیو هستند؟ گفتید یک پدرتون هستند؟ بعد پدرم، مادرم و البته گرد و اطراف میدونن که چی رو دوست اطرافم که همیشه به من کتاب هدیه میکنند. مثلا دوستانی که در آزمون با ما شناس گشتند، برای من همچون برادر و خواهر گشتند، همیشه برایم کتاب هدیه میکنند. حتی در خانواده فقط اپم میگوید که چرا فقط برای تو کتاب هدیه میکنند، برای ما نه؟ آخر آنها میدونن که من از همین چیز خرسند میشم. خب ما بینندگان عزیز، چون برنامه رو میدونید، ما در لحظه های قریب فرجام برنامه برای قهرمان برنامه یک امتحان خردکک میگذرونه و من این لحظه میخواستم از شما 10 کلمه پیشنهاد کنم و شما جواب بدهید که این جواب هم مکمل و هم زیبا با یک قرائت عجیب پیشنهاد بینندگان گردانیده باشد. آغاز میکنیم از کلمه های بسیار دلپسند بگذار باشد. هم شما جمله پیشنهاد میکنید و هم شعر. بیاید آغاز میکنیم از شعر. بگذار طریق نظم جواب دهید. تاجیکستان. تاجیکستان، تاجیکستان، میکنم شکری کم و بسیار تو، میکنم شکرانه از آزرم و از آزار تو. از تو من ثروت نمیخواهم، وطن هستی بس است، با خست و خارت برابر زندگی کردن بس است. آفرین. خب بهار. بهار آمد، صدای بلبل آمد، نسیم فارم و بوی گل آمد. لباس سبز را صحرا به بر کرد، کلاه سبسفید آلو به سر کرد. پس از باریدن باران نیسان، چه زیبایند دشت و کوهساران. بهار آمد، چمن گلپوش آمد، دل ما بچگان در جوش آمد. زمین، نان، نان. زمین و آسمان من توی مادر، توی مادر، جهانی بیکنار من توی مادر، توی مادر. گرچه این شعر به مادر یعنی که بخشیده شده باشد هم کلمه زمین داشت باشد. خب نان. نان بود چون جان آدم، قوت و درمان آدم، زیبی دسترخوان آدم، عزت و مهمان آدم. خب باشد. زندگی. زندگی آخر سرآید، بندگی در کار نیست. بندگی گر شرط باشد، زندگی در کار نیست. گر فشاری روزگار آبت کند، مسکین مشو، مرد باش. مرد باش ای خسته دل، شرمندگی در کار نیست. با حقارت گر ببارد بر سرت باران دور، آسمان را گو برو، بارندگی در کار نیست. گر به شرط پای بوسی سر بمانند بر تنت، جان ده و رد کن که سرافکندگی در کار نیست. زندگی آزادی انسان و استقلال است، بهر آزادی جدل کن، بندگی در کار نیست. خب امروز روی میز برنامه تمام دستاوردها است. این دستاوردان دیگری شما، این دیپلم درجه 1 برای نوشتن مقاله در سایه دایر به موضوع سیاحی می باشد. دیپلم درجه 1 از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر بوستان تقدیم گردیده است برای انشای بهترین در موضوع سیاحی و توریسم باشد. آفرین. خب این سرتیفیکات برای چی؟ این سرتیفیکات همچون اشتراکچی المپیاد و غالب المپیاد بین‌المللی آنلاینی می باشد. در المپیاد سال 2021 بود. در المپیاد بین‌المللی از فن زبان انگلیسی اشتراک کرده، صاحب مدال نقره گشتم. آفرین. احسن. اینجا میبینم که همراه خود مدال ها رو هم بینندگان عزیز آورده. همراه خودشون این مدال ها البته دستاوردهای شما است. خب یعنی که بیرون از درس به زبان های خارجی آموختن نیست میل و رغبت زیاد دارید. واقعا ناموخته زبان خود، آموختن دیگر زبان ها امر محال است. خوب کردید که امروز زبان خودمون رو خیلی خوب میدونید و پیوسته امروز زبان های خارجی، روسی، انگلیسی و نیا دارم که آلمانی و فرانسوی رو نیز از بر کنم. خب باشد. برای چینی من باور دارم که امروز هر یک جوان موفق صاحب استقلال باید زبان‌های خارجی رو نکم از 2 یا 3 البته باید دانسته باشن. اقلا زبان‌های روسی و انگلیسی رو البته. پروا مکن عزیزی من، کین دل برای توست،
گویند گرچه ناسزا تنها سزای توست. در کوچه های تنگ تو را یاد می کنم. هر جا که پای می نهم آواز پای توست. با یاد تو به کوه ها فریاد می کنم. هر کوه اگر صدا دهد گویا صدای توست. من با کمال عاقلی دیوانه توام. هوشیاری و جنون من هر دو فدای توست. من عاشقم به عشق تو، من شاعر توام. تا انتهای عمر دل من گدای توست. آفرین، احسن. چون گفتید در وقتهای خولگی به نوشتن حکایه و شعر هم ایجاد میکنید. گرچند شاگردی باشد هم این در بسیار اون نفرانی که ادبیات رو دوست می‌دارن این خصلت و این استعداد هست. راستی گپ تا اون دمی که به دنیای شعر وارد گشته بودم، تا اون دمی که با آزمون رفته بودم، کم کم شعر ایجاد میکردم. هنگام خردسالی هم بود و حالا آنها رو من شعر حساب نمیکنم. آنها همچون مشق شعر در یکی از دفترهای سرخ خاطراتم موندن و کوشش میکنم که در آینده نثرم رو یعنی مستحکم کنم و در جاده نثر قدم مونم. خب باشد. من بسیار شاعران نورس، شاعران جوان رو میدونم که موفقیتشون با استادشون است. به استاد پیش رفته نمیتونن و من توصیه میدونم که با یک شاعران زبردست، شاعرانی که تجربه دارن در این ایجاد همکاری کنید. خب باشد. دو مصرع اون شعری که شما ایجاد کردید گوش کردن ممکن است؟ باشد. مادر به تو دل افکارم من، از تو امیدی کلان دارم من. لاله رخساری و خوشگفتاری عشق تو در دل خود دارم من. کاش در دی نبینی ای کاش، از خداوند امیدوارم من. یعنی که ایجاد خودتان است. حکایه چی گفتید؟ حکایه هم نوشتم در وصفی بسیارتر در موضوع دوست داشتن وطن، دوست داشتن طبیعت و احترام یکدیگر. بگذار دوست داشتن وطن گفتید، پرچه پیشنهاد کرده میتونید؟ بله، یک حکایه حقیقیه که من خود شاهدی آن گشته بودم، آن را ایجاد کردم که یک پسر بچه بدیهش از شهر بدیه می رود و در همون جا گربچه را میگیرد، به جای بار میپردد، اون را میکشد، یعنی گربچه را هلاک میکند، نابود میسازد و اپاش که در همون واقعه بود جنگ میکند، میگه که تو اگر این خیال کنی وطن ما، آینده وطن ما چی میشود؟ باید تو آینده وطن ما باشی. تو فقط آرزو داری که سرباز شوی. وقتی که سرباز شوی این کارو کنی، این کاری تو خطاست. و همان شب دو در چشم میترسد و در خوابش گربه را میبیند و بعد از آن سحر میخیزد، به مادرش به کوهسار میبرد و میگوید که طبیعت مرا ببخش، وطن مرا ببخش، من دیگر این کارم را تکرار نمیکنم و برای وطنم سرباز خوبی خواهم گشت. باشد. امروز انا همچون نورسی موفق، همچون یک دختری که در دوران صاحب استقلالی کشور به دستاوردهای زیاد نویل گردیدید، برای تمام همسالان، خوانندگانی که این لحظه تمام مردم تماشا میکنند، برای همسالانتون چی پیشنهاد میکردید؟ چی میگفتید؟ نسل استقلال و صلح و وحدتیم، پیروان پیشوای ملتیم. به همه همسالان و جوانان و همه آن نفرانی که همسین و سال منند و مرا دیده ایستادند میگویم که پیروی پیشوای ملت باشیم. همیشه و همیشه پیروی اصلی پیشوای ملت باشیم، وطن خود را دوست داریم و برای آینده وطنمان سهمی باسزای خود را رسانده. احسن. امروز در مکتب دوگانه دارید؟ بله. هم صنفی نزدیکی که دوگانه نزدیکی که در همه حالت پهلوی شما است و از روزهای بدونی که در انسان هست برخوردار است. کی است؟ من کوشش میکنم با همه همصنفانم خوب باشم، خواه با پسران خواه با دختران و آن نفری که هم بسیارتر در جاده علمی و در جاده شعرخوانی یک جای بچه‌ها بینی ها میرویم، این به نظر من مهریناز میباشد. خب بینندگان عزیز، من این لحظه بسیار خوش میکردم. یک لحظه که درباره ملکه بانو خواننده مؤسسه تعلیمی گیمنازی رقم 2 شهر بوستان، دوگانه ملکه بانو درباره‌اش چی گفته است با هم تماشا میکنیم. مرحبا. من همسبق، دوست و دوگانه ملکه بانو می باشم.
ما 11 سال این جانب در یک مؤسسه تحصیل نموده. من فخر از آن میکنم که چنین دوگانه بهترین دارم و از آن فخر میکنم که او در آزمون ها و چاره‌بینی های زیاد اشتراک ورزیده. ما را نیز در کارهای جمعیتی جلب میکند. میخواهد که ما نیز سهمگذار کشورمان باشیم و آبروی مؤسسه‌مان را بلند برداریم. ما در بسیار وقت‌های خالی ملکه بانو با ما به کتابخانه رفته میخواهد که هر گونه محفل ها را تشکیل نموده ما را نیز به آن محفل ها جلب میکند تا اینکه ما نیز به مثل او در یگان آزمون ها اشتراک ورزیده سهمگذار کشورمان گردیم. احسن که این گونه سخنهای خوب میگن در وصف شما. من باوری دارم که دوستی شما پیروهای زندگی هر دو شما تا به آخر کنده نمی شود، چون همه زندگیش در الوهیدگی باشد هم همدیگر رو زنگ میزنید، به یکدیگر کمک میکنید. این لحظه خوش میکردم یکون غزلی پرمضمون برای بینندگان عزیز پیشنهاد کنید. غزل اثر دفتر ادبیات کلاسیک و فارس و تاجیک ابو عبدالله رویدکی. باشد مرحبا. دلا تا کی همه جوی منی را، چه داری دوست هر زد دشمنی را، چرا جوی وفا از بی وفای، چی جوی بیهوده سرد آهنی را. ایا سفسن بناگوشی که داری، برشک خیشتن هر سفسنی را. یکی زین برزن ناراه بر شب، که بر آتش نشانی برزنی را. دل من ارزنی عشق تو کوه، چی جایی زیر کوه ارزنی را. احسن. مادرتون چون گفتن در خانه ملکه بانو کدبانی خوب است، برای اثبات این همه چی گفته میتونید؟ برای اثبات این وقتی که شما گفتید پگاه برنامه است، من شب در خانه شیرینی ها با دست خودم آماده نمودم و خواستم که آن را به برنامه بیارم و تا اینکه ما ببینیم. خب بینندگان عزیز، واقعا هم امروز ملکه بانو چون اثبات کردن که در خانه کدبانی خوب هستند و این رو از بیرون نخریدید، از کوچه نخریدید، با دستان خودتون پختید و اینجا البته عکس ها هم پیشنهاد میگردد که واقعا هم در خانه پختید. همین گونه بسیار نمودی اشتباه دارد. من اطمینان کامل دارم که در خانه برای اهل خانواده خویش و تبارون هم همین گونه شیرینی های بولذت هم میپزید. بله همیشه. خب به مرکز تحصیلات ایلوگی در وقت‌های خالگی میروید؟ بله و من حتی سرتیفیکات دارم دایر به روزگارداری و خانودی از مرکز تحصیلات ایلوگی شهر بستون که پیوسته در همونجا هنری پخت و پز رو یاد گرفتید. واقعا بینندگان عزیز، هر نفری که در تعطیل باشد، بیرون از ساعت درسی باشد، در مرکز تحصیلات ایلوگی البته شهر و ناحیه‌های ولایت زیاده از 16-20 نمود محفل ها عمل میکند که از اختراع کاری آغاز کرده تا پخت و پز و کامپیوتر و اینفرماتیک از خود کردن، دوزندگی هست. میتوانند فرزندان شما نامنویس کرده، مهم از همه رایگان رفته این علم ها رو، هنرها رو از خود کنند. احسن. خب کلمه پیشنهاد میکنم، باید جمله سازید. شاعر. شعر و شاعر مهندسی روی آدمیزاد می باشد، زیرا شاعر با قلمش می تواند روی آدم را از دیگر زنده نماید. مملکت. باید ما افتخار از آن کنیم که در مملکت بهشت آسا در تاجیکستان گلگل شکوفان زندگی می نماییم و اون به سر می بریم. درخشان. من امروز افتخار میکنم که در برنامه درخشان اشتراک می‌ورزم و آینده این برنامه را درخشان‌تر دیدن می‌خواهم. خب باشد. پسندیده. شاعری از همه پسندیده من این استاد فرزانه، استاد آذرخش و لایق میباشد. خب دهقان. ایامی بهار که میآید بابای دهقان با امید و با یک نیتی نیک بر زمین خود کشت می‌کند. باشد. سیب. سیب. دیروز از بازار پدرم سیب آوردن و سیب‌های آوردنشون بسیار شیرین بود. از این روزه برنامه‌ای که صحبتی که داشتیم چی گرفتید برای خودتون؟ با خود گرفتم که باید خیمی را بخوانم، کمترم باشد. بعداً آزاد بودن را بیشتر آموختم و برنامه خیلی خوب بود.
барои ҳамсолоне ки моро тамошо мекунанд ин лаҳза мехоҳанд дар озмунҳо иштирок кананд, чун шумо дар озмун аллакай муваффақ шудед, дар олимпиадаҳо чун гуфтед иштирок меварзед, чӣ гуфтанӣ ҳастед? чӣ гуна тай кунанд ин роҳро? онҳо низ ана ҳамин мақсад доранд, як нияти созандаи илмӣ доранд ки мехоҳанд дар ҳамин ҷода муваффақ бошанд. ҳамчун шумо аллакай таҷриба доред, чӣ пешниҳод мекунед? сирри асрораш дар чи аст? роҳи муваффақият ҳама вақт ноҳамвор аст ва ҳеҷ гоҳ фарроғ нест. барои ҳамин ҳеҷ вақт рафтода нашавем, ҳамеша мақсад гузорем. орзу накунем, орзу мекунем, як тараф меистад, бояд мақсад гузошт, аз паи мақсад рафт ва ҳамеша кӯшиш кард, хонд ва ба ҳеҷ кас такя накунем. фақат барои ба худ такя намоем, ба дониши худ ва ба иродаи худ. хуб, чизе гуфтан мехостеду ман напурсидам дар барнома? Не. به فکرم همه سوال و جواب شد. همه سوال جواب شد. یعنی که امروز لیاقت داشتید و ما ملکه بانو رو با قهرمان برنامه همونگونه شباهت دادیم که واقعا دارای آداب و اخلاق حمیده است و پیوسته شعر و خیلی خوب قرائت میکند. همچون یک خواننده فعال، همچون یک خواننده پیشصف از شهر بوستان، از شهر پنجکین پیشنهاد کردیم و امروز شماره استعدادتون خیلی زیاد است. در آینده کوشش کنید که باز از این هم زیاد شود. و آخرین تمنیات شما؟ آخرین تمنیات من در فصل بهارگونه این است که همیشه چون بهار تمام خلق تاجیک و تاجیکستان گل شکوفان باشند و در خاندان هر خلق تاجیک فیض و برکت باشد و همیشه استقلالیت در سر ما نورافشان باشد. بینندگان عزیز، یادرس می‌شوم که برنامه درخشان از جانب اداره تلویزیون و رادیوی ولایت سوخت در یک جایگی با کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت تهیه و پیشنهاد می‌گردد و اگر شما دارای استعداد و لیاقت فوق‌العاده باشید، پس می‌توانید با رقم تلفنی که در نوار آینه نیلگون اکران برایتان نمودار است با ما زنگ زنید. ما کوشش میکنیم شما را به نوبت گرفته برنامه آماده کنیم و همزمان صحیفه رمزی که برای شما پیشنهاد میگردد در شبکه اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام به صحیفه ما وارد گردیده درخواست گذارید، ما شما را به برنامه دعوت میکنیم. و بار دیگر خاطررسان کردنی هستم که هر یک اشتراکچی از جانب کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت صاحب جایزه برنامه درخشان میگردد. مرحمت، این جایزه برای شما تقدیم میگردد. مرحمت. انا همین جایزه برنامه درخشان به قهرمان برنامه ملکه بانو محیدین‌زاده زاده شهر پنجکند و موقتا استقامت کننده شهر بوستان تقدیم می‌گردد. اطمینان کامل داریم که انا همین جایزه برنامه درخشان من بعد شعله‌ور و جلوه‌گر حیات و فعالیت ایجادی شما می‌گردد. مبارک باشد. سلام باشد. امروز باعث خوشنودی است که در برنامه درخشان اشتراک نمودم و صاحب جایزه این برنامه گشتم. با همه همسالان و نفرانی که مرا دیده ایستادند و برنامه درخشان را می‌بینند توصیه می‌دهم که به این برنامه بیایید. این برنامه انکشاف استعدادهای نوین است و خیلی شب‌آور می‌گذرد. سپاس و تمنیات خود را به گروه کاری برنامه درخشان، به ماموریت تلویزیونی سوخت و کمیته حزب دموکراتی تاجیکستان می‌رسانم.